پاکترین چیز دنیا، لذیذترین چیز دنیا، خوبترین چیز دنیا را طعامش انسان نوش جان میکنه. ورنه الله تعالی مخلوقات زیاد داره. بعض مخلوقات الله است که خاک میخوره، بعض مخلوقات الله است که نجاست میخوره. ما شما خوبی میره اما لذیذ ترینش لب و لبابش انسان نوش جان میکنه، مغزش، حاصلش. مثلا غلجات دانهش آرد کردم و شما نوش جان میکنیم، کایش حیوانات میخوره، درختار میوهش انسان میخوره، برگش حیوان میخوره، حیوانات گوشتش انسان نوش جان میکنه، استخوانش کلب ها میخوره. انسان اندک باید فکر کنه. و رزقکم من الطیبات می معنی داره پاکترین، حلالترین، لذیذترین چیزا برای شما روزی داده الله تعالی برای انسان ها. چون که انسان بهترین مخلوق است، بهترین چیزا را نوش جان میکنه. افبالباطل یؤمنون و بنعمت الله هم یکفرون. با وجود این نعمت ها این کافرها، این مشرکین با باطل ایمان میارن، به شیطان ایمان میارن، از شیطان اطاعت میکنن. این تو ذاتی پروردگار واقعی و مهربان گذاشته و به نعمتهای الله تعالی اینا ناشکری میکنن.